درود بر شما. محمود مهر علیان هستم. بریم سراغ تدریس آیلتس vocabulary. این سری بریم سراغ اینت 15. از کدوم کتاب؟ از این کتاب فوق‌العاده آیلتس vocabulary نمره 6.5 به بالا. اینت 15 در مورد زمین هست عزیزان، در مورد زمین و اتفاقاتی که توش داره میفته، مثل بلایای طبیعی که رخ میده و همچنین agriculture کشاورزیه. پس بلای طبیعی، رعد و برق و این چیزها رو میخوایم یاد بگیریم. natural phenomenon هست و agriculture هم میره سراغ قسمت کشاورزیش. خیلی خوب، بریم ببینیم چه خبره. This earth. اولش بچه‌ها ببینید چند تا vocabulary به ما داده. بعضیش noun اسم، بعضیش adjective و verb. میخواد بگه که تو این عکس ها کدومش بهش میخوره. این عکس ها رو نگاه کنید ببین کدومش بهش میخوره. حالا من جوابش هم اینجا گذاشتم. strike noun، اون سری بالا noun. strike یعنی ضربه زدن، ضربه به صورت noun. و lightning خیلی جالبه، اون نور رو ببین ما میگیم رعد و برق، رعد و برق. حالا اون احتمالاً برقه، یعنی اون نورش رو به ما میگه. رعدم صدای رعد، اگه اشتباه نکنم دیگه، نه شما فارسی زبانا چی میگید، ولی خب اون نورش میشه lightning، کاری ندارم، نورش میشه lightning. thunder میشه صداش، خیلی قشنگه نه؟ اون قررشه میشه thunder. lightning هم چیزی که میبینیم. خب verb هم میشه thunder به صورت verb هم استفاده میشه. strike هم همینطور. بریم سراغ بعدی. noun، چیزی که ما میبینیم تصویر چیه. شما میتونید قبلش اگه کتاب دارید رو کتاب نگاه کنید، حدس بزنید. اگر نمیتونید پایینش رو نگاه نکنید، حدس بزنید بعد بدیم لغت ها رو نگاه کنید. خب اینجا rain میبینیم، باران. heavy adjectiveاشه، باران سنگین، heavy rain. torrential rain بچه‌ها، torrential یعنی بازم همون خیلی سنگین، شلاقی ها. fall هم که verbش هست. خب تصویر بعدی یک آتش فشان هست. داشتم فکر می‌کردم آتش نشان بگم، آتش فشان، من این دوتا همیشه قاطی میکنم. خب ash یعنی خاکستر. اوکی. volcano همین تصویری که میبینید. لاوا اون مواد مذابیه که ازش میاد بیرون. وربش هم چیه؟ erupt میکنه. یک کوه آتش فشان erupt میکنه. اوکی. eruption هم ناونشه. خب تو این تصویر چی می‌بینیم؟ fog داریم، مه داریم. dense مثلا جنگل اگر dense باشه یعنی خیلی پرتوده است، خیلی همچین فشرده و تو همه. بعدش داریم freezing یعنی خیلی سرد. تصویر بعدی wind هست، می‌بینید طوفانه. wind و adjectiveش هم severe یعنی خیلی شدید. tropical یعنی استوایی. tropical میوه‌های استوایی میشه tropical fruit. noun تصویری که میبینیم earthquake زلزله. tremor میشه همون لرزش. aftershock هم یعنی پس لرزه. خیلی جالبه. خب بعد میرسیم سراغ اینها. میگه که اینا رو از اون کلماتی که ما استفاده کردیم از اونا کمک بگیرید، جا خالی ها رو پر کنید. نگران نباشید، دونه دونه اینا رو اینجا بررسی میکنیم. خب یه نگاهی به این بندازید، من میخوام جوابش هم بهتون بگم. اوکی؟ بریم. The storms took the whole island by surprise. بچه‌ها take the island by surprise یعنی سورپرایزشون کرد، ولی خیلی پترن قشنگیه. take them by surprise. اوکی؟ خب there was a night of heavy rain یا torrential rain. okay. as well as severe. as well as یعنی به همراهه، اونم بود. as well as severe wind یا winds. wind یا winds which blew down blow down یعنی با باد ریخ پایین، ویران کرد. which blew down several outbuildings. فرقش با building چیه؟ building یعنی ساختمان. outbuilding دیدین خونه‌های کشاورزی، خونه‌های کوچیکی کنارشون میسازن، حالا یکی انبارش میکنه، یکی دستشویش میکنه، هرچی. اونا بهش میگن outbuilding. معمولا خونه‌های کوچیک‌تری که یعنی جزئی از خونه بزرگی هستن، معمولا جدا هستن یا کوچکتر هستن، به اون وصلن. at one point یه جا
The electricity in the atmosphere made it seem inevitable that high-rise buildings would be struck. حالت سوم strike میشه struck. inevitable بود این قضیه، غیر قابل اجتناب بود که اینا های رایزا داشتیم تو درس قبل با این رعد و برق لایتنینگ استرایک بشن، ضربه بهشون بخوره. although گفتن although همیشه پسندیده است. although that didn't happen اتفاق نیفتاد. there was بچه but نمیاریم ما جایی که although داریم but نمیاریم، حواستون باشه. there was a 20-minute period of the deafening کرکننده. یه نفر که کره میگن he is deaf یا she is deaf. حالا deafening یعنی کرکننده، خیلی جالبه. 20 minute این چرا داشت شده؟ چون که صفته 20 minute period یعنی یک دوره 20 دقیقه. deafening thunder کلا همجوری یه صدای رعد و برق کرکننده ای بود. which terrified the islanders. برای اینکه I داره the islanders که اون کسایی که توی اون جزیره میشستن رو زندگی کردن رو terrified کرد، ترسون واقعا. once the storms had passed they looked towards the volcano wondered if that might erupt and cause even more damage. وقتی رفت برگشتن اون ولکانو هم نگاه کردن که براشون سوال بود که آیا این میخواد erupt کنه یا نه. خب بریم قسمت بعدی. به خاطر این گفتم این درس یکی از درس‌های قشنگ این کتاب عزیزان. اگه من میخوام یه دونه انتخاب کنم قطعا اینو انتخاب میکنم. چرا؟ چون که خیلی شسته رفته و اینقدر قشنگ درس داده. اینجا نکنید سمت چپ اصطلاحاتشه ایدیوماتیک یا فیگورتیو اینا، یعنی به صورت اصطلاحی یا استعاره‌ای ان. خب اینا به این صورت معنیاش هم جلوش نوشته، یکی یکی با هم بررسی میکنیم. بعد نیست شما یه نگاهی بندازی خودت حدس بزنیم ولی اگر نه با هم میریم جلو. اینم پایینش هم جواب شما نوشتیم. خب every cloud has a silver lining. بچه lining خیلی جالبه. اون نور خورشیدی که از لای ابرا میاد بیرون مثل خط سفیده، خط طلایی یا سفیده یا نقره‌ایه، اونو بهش میگن silver lining. حالا میگن هر ابری یه روزنه‌ای بالاخره آفتاب ازش داره میاد. difficult situations can also have positive effects. یه مثال که خارج از کتابه. After losing his job, John was devastated and didn't know how he would pay his bills. Devastated این داغان بود. But every cloud has its silver lining, and in this case, it was that he finally had the time to pursue a career in something he was truly passionate about. رفت pursue a career, pursue a career. رفت مسیر شغلیشو از اون برادر که واقعا چیزی که دوست داشت. ولی خیلی جالب بود، خیلی داغان بود، کارش از دست داده بود، اما هر ابری یه دونه سیلور لاینینگ هم داره دیگه. چی شد؟ این اتفاق خوب افتاد. قشنگه. In the cloud light of in a cold light of day یعنی تو روز روشن، اما نه به اون حالت که ما استفاده میکنیم. something for what it really is. خب معنیش شاید نداریم چی میشه، این توضیح رو بخونیم. ببین مثلا شما یه کاری میخوای بکنی جوگیر میشی، ولی خب in the cold light of the day متوجه میشی نه همچین شدنی هم نیست. یعنی وقتی که واقعا با واقعیت روبرو میشی، وقتی که یهو میری وارد میدون میشی یا نرفته حالا حتی منطقی تر به قضیه فکر میکنی. in the cold light of day. Last night I thought the idea of quitting my job and traveling around the world was a great idea. But in the cold light of day, I realized that it wasn't very practical. جوگیر شدم چه خوبه که کارم هست برم دور دنیا بچرخم، ولی سیلی واقعیت به من نشون داد که نه این داستانا نیست. حالا سیلی من چیز میکنم اینجا اگزاجره میکنم، ولی the cold light of day یعنی وقتی منم واقعا بخوام این کارو کنم یا وقتی که ریلی بهش فکر کردم نه اصلا پرکتیکال نیست این کار. weather the storm خیلی جالبه ها. ما معمولا weather رو به صورت noun میبینیم، اینجا به صورت verb. weather the storm یعنی endure a difficult period، یعنی این مدت سخت رو endure کنیم.
سپریش کنیم، تحملش کنیم. Although our company faced some، بچه face نکنید، with نداره، اما اگر پسیو باشه with میاره. Our company was faced some financial difficulties last year. We were able to weather the storm and come out even stronger than before. Weather the storm کردیم. Although our company faced some financial difficulties. with نمیاریم. Okay? خیلی قشنگه. Know which way the wind is blowing. یعنی میدونه که باد از کدوم ور میوزه. میتونی حدس بزنی یعنی چی؟ Be aware of current opinions. یعنی بدونی چه خبره، اوضاع چیه، چی به چیه، راه و چاه و میدونه، چم و خم و میدونه. As a politician, it's important to be able to know which way the wind is blowing and adapt your policies accordingly. Adapt accordingly. بر اساس اون adapt کنی. To stay ahead of the game. که از بازی جلو بزنی. جلو باشی تو بازی. The calm before the storm. اینو تو فارسی هم داریم. میگن چی؟ آرامش قبل از طوفان. در یادتون نره. این ده مهمه. The calm before the storm. خب. The period of peace followed by a period of chaos. یک آرامش، یک دوران از آرامش که قبل از period of chaos رخ میده. Followed by یعنی اون فالو میشه بعدش chaos، هرج و مرج. As the deadline for the project approached, همطور که داشت deadline نزدیک میشد, everyone in the office felt the tension building. The tension was building. tension داشت بیشتر میشد. Knowing that the calm before the storm was about to end, این آرامش قبل از طوفان تمام داشت میشد, and a flurry of activity would soon ensue. Flurry, a burst. انفجاری از اکتیویتی ها، سیلی از اکتیویتی ها. خیلی خوبه. همون جایی که تو فارسی ما میگیم سیلی از کارها، اینا میگیم flurry of activities would soon ensue. ensue یعنی follow که واقعا بعدش قرار بیاد. بعدی ببخشید. Storm in a teacup. خیلی جالبه. این teacup توش استورمه. یعنی یه استورمی که تو میگی همچه زیادم بزرگ نیست. اینه مثلا small problem that has been exaggerated. یه مشکل کوچیک که exaggerated شده توش. چه خبره؟ بزرگ نمایی شده. exaggeratedش کردی. Even though the media made a big deal about the issue, it turned out to be a storm in a teacup. کاشف بعد من اومد که It turned out to be a storm in a teacup and was quickly resolved without any major consequences. SubhanAllah. Not have the foggiest idea. یعنی هیچ ایده واقعا ندارم. Be totally unaware of or ignorant of. When it comes to advanced calculus, محاسبات پیشرفته. I'm afraid I don't have the foggiest idea what's going on. It's like trying to read a foreign language. Be snowed under. میتونید حدس بزنید یعنی غرق در اسنو شدید. Feel overwhelmed. Overwhelmed وقتی یعنی حسی که وقتی کلی کار میزه تو سرتون نمیدونید چی کارش کنی، اینجوری میشه overwhelmed. Have too much work. After the holiday season, I always find myself snowed under. After the holiday season, I always find myself snowed under with work. With یه چیزی. It takes a few weeks to catch up and get back into the swing of things. Swing. حالا اینجا بالا پایین ولی اینجا get back into the swing of things یعنی اوضاع تحت کنترل هم قرار بگیره. سوار بر اوضاع بشن. خب حالا گفته اونا رو که من مثال اضافی هم آوردم براتون اینجا استفاده کنید. یه سوال دارم بچه‌ها، دوست دارید این آموزش رو؟ اگر دوست دارید شخصی دوست داشتن لایک اینو به من انتقال بدید. ممنونم از همراهیتون. خب we need to comment که بذارید که فوق العاده است. کامنت هم بذارید دیگه. یه دونه دمت گرم بذار دیگه. دمت گرم. خوشحال میشم. این اینتراکشن برام مهمه. We need to ignore all of the media. چی دارم میگم؟ We need to ignore all of the media hype and examine this problem. خب
باید این میدیا هایپ وقتی به وجود میاد که یه چیزی شلوغش میکنن، میدیا شلوغش میکنن. هایپ یه فیلم رو هایپش میکنن، میگی خدایا این چه فیلمی میخواد باشه، میترکونه، هر طرف رو میکنی یه پوستر زدن یا هر طرف یه تبلیغش هست. این میشه میدیا هایپ. And examine this problem. We need to ignore all. اونا رو ولش کنیم. Examine this problem in the cold light of day. واقعا به صورت منطقی تو دنیای واقعی. نمیدونم تو فارسی چیزی نداریم براش، فکر میکنم اگه داریم برام بنویسید، ولی معنیش همین میشه. اون منطقیه رو بهش نگاه کنیم. خب if the government introduces necessary but unpopular measures اینجا اندازه‌گیری نمیشه، عزیزان. همونطور که گفتم بارها تو سخنرانیم، هر موقع توی آیلتس مخصوصا توی متون آکادمیک measures رو میبینید 99% به معنای اقدامه، 1% به معنای اندازه‌گیری، مخصوصا اگر اینجوری نام باشه، یعنی اس جمع بگیره، قطعا به معنای اقدامه. خب the government introduces necessary but unpopular measures. They should be prepared to weather the storm rather than please the public with a softer approach. بعد این شرط سخت تحمل کنه، بگذرونه دیگه، تا اینکه هی با دیدگاه ها و رویکردهای خیلی سافت و نرم بخواد چیکار کنه؟ ملت رو سرگرم کنه. خب although the unemployment figures dropped today, unemployment figures یعنی اعداد ارقام unemployment dropped today, experts believe this may be اعتقاد دارن که این ممکنه چی باشه؟ with hundreds of job losses predicted for the coming month, the calm before the storm. Okay? Melting ice in Antarctica, ببخشید. معذرت میخوام بچه‌ها. Melting ice in Antarctica is leaving behind large numbers of tiny marine animals. بچه‌ها marine animals یعنی اون حیوانات داخل آب، ماهی ها. marine life هم بهش میگن، محیط زیر دریا. Proving that every cloud really does have a silver lining. Melting ice in Antarctica یعنی قطب is leaving behind a large number of tiny marine animals. اینا که آب میشن tiny animals هم میاد، یعنی وارد دریا میکنه. Okay, leaving behind. که این قضیه رو ثابت میکنه که حالا اون دارن بین میرن، ولی خب marine animals هم به وجود میاد. اگه شما نکنیم همچین منظوری داره، مثل پلانکتون ها که نه هنگام میخورنشون. نظریه جدید براتون درست کردم. خب climate skeptics، بدبینان climate believe that scientists are exaggerating the current situation and this is simply a storm in a teacup. To be honest, I don't think the present government what to do about either drug problems or obesity هیچ ایده‌ای نداره. has the foggiest idea. بریم سراغ قسمت بعد. بریم قسمت دوم، agriculture، کشاورزی. اینجا یه سری کلمات هست که مهمه که شما بدونید. من خیلی همینجوری از روشون رد میشم، چون اگه بخوام دونه دونه براشون مثالم بزنم خیلی طولانی میشه. این کلمات حفظیه. خب اینا رو یاد بگیرید و بعد میخوام ببینیم کدومش متفاوته. flowers، petal، گلبرگ، fungus، قارچ، thorn، اون تیغ مخصوصا گل، خار گل، thorn، stem، اون ساقه، leaf، برگ درخت، soil، خاک، mud، گل، earth، pest یعنی آفت، dirt، گل، sediment یادم رفت، بذار یادم رفت، تو دیکشنری نگاه کنید، بذار چند بود؟ دو. A type of animal insect that is not related to the others are the words are G. آها. خب نمیدونم بقیش هر چیه ربط داده به خاک. فراموش کردم. trees branch، trees یعنی درخت، branch یعنی شاخه، twig یعنی یه تیکه هیزم، یه شاخش،
root ریشه، trunk اون تنه درخت، pasture دشتای وسیعی که مخصوصا با علفهای کوتاه که مخصوص خوراک چرا هست. چرا یا چرا نمیدونم. plants species مشخصه، native مشخصه، fauna یعنی animal، fauna یعنی حیواناتی که توی جا زندگی میکنن. horticulture باغ شناسی، علم باغبانی. چرا زن رفت. agriculture cultivate یعنی شکوفا شدن. so متوجه شدی ها. breed یعنی پرورش دادن. plow بذار ببینم یادم. manufacture یعنی تولید کردن. بذار ببینم جوابش اینجا بود plow. خب یه دقیقه صبر کنید. What does plow mean؟ نمیشه که اینجا. As a noun, plow means a large farming. فهمیدم. این وسایلی که باهاش زمین شخم میزنن بهش میگن پلاو. حالا که نگاه کردم باز sediment هم نگاه کنم دیگه. What does sediment mean؟ سیریه دوستانم. As a noun, sediment means matter that settles to the bottom of a liquid, dregs. آها. چیزی که گفت معنای رسوب بود. امیدوارم کمکتون کرده باشه. خب چون احساس راحتی میکنم باهاتون دیگه من قطع نمیکنم نگاه کنم بیام با هم میریم جلو. خب water flow مشخصه. water flow melt آب شدن. drip drop خود نون اینه. drain یعنی تخلیه. man-made water اینو متوجه نمیشم چیه. حالا شاید آب معدنی منظورش باشه. dam سد. reservoir اون منبعی که توش نگه میدارن مثل حالا چیزی که توش میریزن منبع. steam بخار. canal بچه استرس روی قسمت دوم ها. canal نگید. canal همون کانال. ocean current اون جریان آب برای رودخانه. shore ساحل. coast ساحل تو فارسی جوفش تقریبا یکیه. tide اون جزر و مده. puddle یه گل یه چاله چوله که توش گله. خب این هم جوابش. من اینو می‌خواستم نذارم یا اینکه می‌خواستم فقط بذارم خودتون نگاه کنید. فقط دیگه خودمو به چالش کشیدم دونه بهتون گفتم که حالا که با هم هستیم یه دوره‌ای کنیم با هم سریع‌تر بریم جلو. خب کالوکیشن این دو تیکه به ما داده گفته هر کنیم که من وصل میشن وصل کنید. بهتره که اون قسمت پایینی اینجا نگاه نکنید. اون بالای رو یه ذره بهش فکر کنید، پاس کنید و بعد پایینی رو نگاه کنید. اسید رین وقتی که هوا با خیلی آلوده است بعد بارون میاد اون بارونه رو بهش میگن اسید رین. البته یه ذره حالت اکستریم هم داره دیگه. اسید رین خیلی مضره، ممکنه اصلا واقعا حالت اسیدی داشته باشه، آدما رو مریض کنه. بعضی وقتا که تهران خیلی اولش آلوده است و بعدش بارون میاد یه خفیف اسید رین میشه بهش گفت. خفیفا اسید رین اصلا رنگش سیاه و اینا. سویل اروژن بچه سویل اروژن فرسودگی خاک. گرین هاوس گاسز خیلی مهمه. توی درسه قبلی خیلی ازش مثال داشتیم. گرین هاوس گازهای گلخانه‌ای اینکه انتشار پیدا میکنن منتشر میشن بهش میگن امیشن. crop yields یعنی محصولات کشاورزی. کاربن دی اکساید مشخص دیوکسید کربن. viable solution یعنی یک راهکار به درد بخور، پرکتیکال، کاربردی. vicious circle یک چرخه کور. fossil fuel مشخص. climate change هم که بارها تو سخنرانی هم صحبت کرد. خب reading بذار ببینم. خب این یه دونه رو با هم میریم جلو. بچه اینو من میخونم براتون چون فکر میکنم زیاد طولانی نیست و وقت ما رو زیاد نمیگیره. با هم میخونیم. بهتره که شما یه پاس کنید کلش رو بخونید یه سامرایز ازش داشته باشید و بعد با هم بریم جلو. چون میدونید ریدینگ دیگه. ببین ریدینگ رو نه دونه دونه بخونیم اینطور که من میخونم. شما باید بخونی یه بار بری کلماتی هم نمیدونی باید حدس بزنی. خب بعدش که تموم شد سامرایزش هم کردی الان این محل است. Current research models indicate that climate change associated with increasing levels of greenhouse gases is likely to lead to the soils in the interiors of the major continents drying out. فکر میکنم مشخص بشه تا اینجا دیگه چیز خاصی نیست. اوکی.
In response to a drawing of cropland, people are likely to seek یعنی جستجو کردن، پیدا کردن. are likely هم قشنگه چون خیلی میبینیدش. یعنی که احتمال زیاده possible که بگردن. Either new sources of irrigation. irrigation یه کلمه‌ای که واقعا زیاد میبینیش ازن توی agriculture یعنی آبیاری. Of irrigation, water, or new wetter areas to farm. If we choose desalination, بچه یعنی اون نمکش رو بگیریم of seawater as possible solution، یعنی اون حالت آب دریایی که نمیشه باهاش آبیاری کرد، باید تصفیه بشه، باید نمکش گرفته بشه و این حرفا. به این کار میگن desalination. Of seawater as a possible solution, large amounts of energy will be required. This means we are caught, گیر کردیم in a vicious circle. بچه نکنید we are caught in a vicious circle as major fossil fuel are consumed. به خاطر چی؟ به خاطر این قضیه. Major fossil fuel are consumed. در مصرف میشن. This results in an increase in carbon dioxide or greenhouse gas emissions. گفتم معمولا با emissions اینو میبینید. Verbش emit E-M-I-T. This in turn و به نوبه خودش این قضیه contributes to climate change which warms up the planet. As a result, the earth dries out causing soil این قشنگه causing soil این dry out میشه که همچنان باعث میشه که چی؟ soil erosion و باعث فرسودگی خاک میشه and our crop yields decline. محصولات کشاورزی decline میشن. Meaning that ببین اینا علاوه گرامری مهمه. Participle phrase هستن. Meaning that به جای اینکه بگه which means that whichش رو حذف کرده meanم ing بهش چسبونده. Meaning that new sources of water need to be sought. گذشته seek sought که باید جستجو بشن. Clearly a long-term viable solution that does not produce acid rain and is not damaging to the environment is needed. بچه‌ها damaging اینجا something is damaging یعنی آسیب رسان، یه حالت ادجکتیو استفاده شده. خب بریم سراغ این قضیه. اینجا میگه که اینا رو جا خالی ها رو پر کنید. Irrigation problems، مشکلات irrigation. چند تا نکته تو درس بود که اینجا جای خالی گذاشته، این هم جوابشه. Alternative water sources، مثلا یه باید از آب کمک بگیریم، مثلا through desalination are needed. There is an increase in the use of fossil fuel or energy. Not enough water for crops. There is a reduction یعنی کاهش هست در چی؟ در crop yields. اومدیم بر crop yields سهش رو گذاشتم. The level of carbon dioxide in atmosphere rises. خب soils dry out. The temperature increases. همون climate change بود. خب بریم سراغ listening. این یک لیسنینگ تخصصیه، تو کتاب اگه باشه میبینید باید یه سری سوال جواب بدید. اما چیش مهمه؟ اون سوالا رو حتما جواب بدید اگه کتاب دستتون هست، ولی کاری ندارم، با لیسنینگ کار دارم. یه سری پترن داره، کاز افکت، خیلی خوبه. اینا رو تو لیسنینگ من براتون پلی میکنم اینها، یعنی بعد از این لیسنینگ رو پلی میکنم. اینا رو توش دقت کنید حتما. bring about اینا همه کاز افکت، یعنی باعث میشه. مثلا internet has brought about various solutions to this problem. brought about ببخشید یا مثلا یعنی اینو به وجود آورده. بذار یه جوری دیگه بگم. مثلا a high number of cars bring about many problems like air pollution. ماشینای زیاد با خودشون مشکلات زیادی میارن، باعث مشکلات زیادی میشن، مثل air pollution. inevitably resulting inevitably leads to inevitably قشنگه، یعنی این inevitable اجتناب ناپذیره. stem from یعنی از این نشأت میگیره. stem یعنی ساقه دیگه، حالا stem from یعنی از اون نشأت میگیره. produces تولید میکنه. cause result from بچه‌ها result from یعنی از یه چیزی نشأت گرفتن. result in یعنی به یه چیزی منجر شدن. have a negative impact on مشخصه. this means that این به این معناست که so leads to باعث میشه که so leads to مشخصه. due to یعنی به خاطره.
Due to air pollution we have to wear masks. Due to به خاطر pollution. This is one of the main causes of comes at the cost of in comes at the cost of. یعنی یه چیزی به بهای این شدنی هست. So means that so. خب حالا اینا توی listening اینا رو دقت کنیم. بریم. Track 29. Agriculture is extremely vulnerable to climate change. Changes in our climate bring about higher temperatures, which in turn inevitably result in reduced yields of desirable crops. Of course, not everything is depleted, and these harsh conditions encourage the growth of weeds and also allow pests to proliferate. This inevitably leads to a greater use of chemical pesticides by farmers. The poor quality of our soil stems from this. Climate change also produces more extreme weather patterns. These can range from long stretches of drought and also, conversely, extremely heavy rain, which can cause floods. The destruction of food crops can result from both a lack or a surfeit of water. Certain human activities also have a negative impact on agriculture. Firstly, farming practices themselves can be damaging. The use of heavy machinery like tractors can compact the soil. This means that rather than soaking into the ground, rainwater runs off it, carrying the soil with it, and so leads to an increase in erosion. Soil erosion can be prevented if there's enough vegetation. So clearly, overgrazing by cattle, which removes the vegetation, leads to a loss of soil. Urban development, due to an increased population, also takes its toll as trees are cleared to make way for houses. Deforestation is one of the main causes of soil degradation in the world today. It seems that housing our growing population comes at the cost of providing much-needed food. So it's not surprising that farmers are turning to genetically modified crops to try to boost productivity and grow crops in more ecologically healthy fields, while allowing more efficient use of resources. This technology means that farmers can grow crops that are resistant to disease or pests, so fewer chemicals are used. بسیار عالی، بسیار عالی. خب امیدوارم که دقت کرده باشید به این پترن ها. متشکرم از همراهی شما. چقدر سوید دادم ببخشید. خداحافظ.